سلام سولیا، کیکسکا هستم. خوش اومدید به اولین ویدیوی چنل من. اومدیم با یه لند وحشی داخل بلک مارکت. اسکوادا رو میبینی که دارن میریزن پایین و به چیله که داره میاد. این گیم پلی هم سولو اسکواد نیست، دو اسکواده. یارم مسیحو داریم داخل تیم که لطف میکنه کیلای منو میدزده، دمش هم گرم. یه پیام دارم از همینجا واسه آقا مسیح عزیز، خیلی دوست دارم مسیح، اینطوری بهت بگم پیاممو. ولی خب این مچ هم یه مچ رنگ مچه با یه تعداد کیلو نسبتا خوب. اگه اوپن بود بهترم میشد، ولی خب دیگه اوپن نیست. رنگ چه چیزی گفتم، جواد خیابانی شدم. یکم جلوتر زیپلاین رو میرم بالا. صدای یارم رو داشته باشید. پلیز مایک پلیز. بذار بریم بالا. چه شاتی زدم، شاکیوی بود زدی با استمت رفت رو هوا و من یه 360 بدیدم پایین زدم. آخه من چی بگم به تو، کیل دزدی. منم نگاه کن اینجا کلا دارم میس میدم، میسای آموزشی با کیکسکا بنازم. خب میریم جلوتر، بازم میس میدم، خیلی میس میدم. نمیدونم چیکار کنم، سنسم انگار مشکل داره. معذرت میخوام اگه ادیت و این چیزا زیاد خوب نیست. بار اولمه با برنامه‌های ادیت کار میکنم و کلا گیم پلی میگیرم و صدا میذارم روش. به بزرگی خودتون ببخشید دیگه، کم کم کار میکنم دستم میاد دیگه. صحبت نمیکنم، از گیم پلی لذت ببرید تا جایی که میرسیم سمت دراپ و این چیزا. من چقدر سر این میس دادم. وای شانس هم گفت فینیش همون نگیره. آرمور داری؟ یه دونه آرمور 50 چیزی واسه من بنداز، نیاز دار. حلقه کن نگاه کن، یه مک نمیده. دارم میشونم آرمور بده نمیده. بعد این مچ زنگ بزنم به رفیقم نم میاد. دیگه آرموراشو بذار برا من، ای خدا. یه شاخ خورده. نمیدونم، اگه تو مایک دادی، اگه تو یه آرمور واسه من انداختی مزخرف فرودو. اینا رو واسه من انداختی دمت گرم. زنات بازی دونه مایک حال نمیده. با هستن کلی میگم، مثلا بازی که مایک نباشه بازی نیست که. هدفمون از این بازی چیه؟ ما این دوتا کیل بزنیم بریم. اون چقدر چیز میز داره. داداش چیو داری میگی دقیقا؟ فهمیدی من چیو میگم؟ آها ای دست کش. واقعا حال کردم. کل از آتیشیه رو وقتی میزنن احساس کنم رو وانشات خیلی تاثیر داره. اصلا وانشات نمیشن. 20 تایی دمیج میده. نگاه کن هر چی میزنم 3 تا شات پشت سرم 20 دمیج خورد. ثابتم از
یه بلک مارکت تو 2 به 4 جمع کنیم 6 تا دارم ولی کلا میکنم یه دونه بات زدم. یه کرکترم چه صداهایی از خودش در میاره. جالبه، حالات به اینش دقت نکرده بودم. الیزابت اینا هی ریوای میشن اینجا. خب برید چه میدونم یه دراپگانی بزنید، یه درم مغزتون استفاده کنید. اوی چرا نمی‌خوره؟ خب اینجا دیگه کلیج دامو هم گرفتیم و میریم سمت چاپر و این چیزا که بریم سمت دراپ. اتچمنت 117 و HS هم که این بالا میبینید، اگه دوست داشتید اسکرین شات بگیرید بردارید استفاده کنید. اتچمنت خوبیه ولی خب واسه اونایی که همزمان هم موومنت میزنن هم این میگیرن پلی میدن، نه اونی که میخواد یه دفعه خط بگیره و این چیز. اینجا هم یه اسکواد داریم که باز قرار میسای آموزشی منو اینجا ببینید. اون بک هم داشتن 2 تا بات فایت میدادن، وسوسه داشتم میشدم برم بزنمش، دیدم یارم رفته راش داده باید برم کاورش. اومدیم باز میسهای ما رو ببینیم. شاک ویو رو میزنیم میریم داخل، اولی خورد. بعد اینجا هم اولی رو میزنم، نه میس دادم، اولی رو میزنم، دومی یارو داره میپره واسه تیم اپ کنه، من میس دادم. ولی خب میریم بیرون، آقای ویچ واردن با کیارم لجند میاد راش بده با رایفل میخوره. اینجا هم کیارمش رو مارک کردم واسه یارم، بنده خدا کیارم نداشت. اینجا یه دونه اسمشو نمیدونم. آقا ابوالفضل رو داشتیم با کلاس پامپت، بعدش هم 2 تا بات زدیم رفتیم راش این چند تا اسکواد که تو فایت بودن رو دادیم. اینجا ترسیدم سولو راش بدم کامل، منتظر موندم یارم خودش رو بهم برسون. داشتم اینجا با نید تلاش میکردم اون یارو رو فینیش کنم، خودش رو بلند نکنه، که نیدم دمیجش داد ولی فینیش نشد، خودش رو تونست بلند کنه، حیف شد. اینجا یه انمی بالا سرم با شاتگان اچس تیر زد، فکر کردم این بات هست، شاک ویو همو زدم، بات رو زدم، بعد فهمیدم اون بالا سرین بوده، بنده خدا پنجره فرار کرد. گرفتیم روش و اینجا هم آخرین کیلاییه که دارین از من میبینی. اینو میزنم و میرم بیرون، میرم روی این 2 تا. بعدش هم گفتم به یارم بذار من راش بدم کیل بیشتر بگیرم و این یارو اینجا خط منو گرفته بود زدم. حالا مشکل چی بود که مردم؟ اینکه شاک ویو داشتم خودم حواسم نبود، اگه یادم بود اونجا شاک ویو دارم میزدم و پنجره پرتش میکردم بیرون میتونستم بزنم. ولی خب یه مثال داریم که میگه معما چو حل شود آسان گردد، اینجام داستان همین. این بود اولین ویدیوی من داخل یوتیوب.
ممنون اگه تا اینجا نگاه کردید. دوستتون دارم. فعلا خدافظ. یارم هم اینا رو نمیزنه، میبینی؟ وایساده تو مدیک.